کجایی لیلا؟ در خونم. تو چی؟ مهمان قبول نمیکنی؟ بیا مرحمت. گرسنه باشی یه گوجه تیار کنم. چیزی باشد میخورم. بیشتر ناشتای مرا تو تیار میکردی. چیزی که تیار نکنی. این چیست؟ هر چیزی که باشد گفتی کو. من چیزی دیگر ندارم. وقتهای آخر خیلی کم میخورم. چند سال میشود که دیگر گوشت نگرفته ای؟ همین قدرش کفایه. خیر چی شده است؟ وقتی که قفسک بودی تو جان آدم بودی. جان آدم بودن هرگز معنی زنی زیبا بودن را ندارد. تشکر میکنم. نوشی جان. من سالهای دراز انتظار بودم که کی به من کسی متوجه می شود. بیامان جانم. دیروز با وزارت درایم یک کس با من گپ پرتافت. این رو پلیس ها فهمیدند. بینه هم گرفته بردن. مونه تو گفتم. تو با جدیت و سختگیری مشغولی کو؟ من هیچگاه کسی رو که به من معقولم به محکمه نمی کشم. یگان زن این خیر رفتار نمی کند. و باز کسی رو که به من توجه دارد هرگز حبس نمی کنم. این قراری من است. این طور که باشد تو از درد آن که فرید از تو گریخت می میری. من پروای فرید رو ندارم. وظیفه‌ام را از من گرفتند. این است دردی من. هیچ کس کسب تو را از تو گرفته نمی تواند. خسته شدم. دلم موند از پولاد. من خوب مبارزه میبرم اما نمیدونم که با کی مبارزه میبرم، برای چی. من این رو میگویم و به تو مینگرم. تو با آدمانی خسته هیچ مانند نیستی. مگر تو خسته نشدی؟ من یک لحظه قرار نمیگیرم تا که در این باره فکر نکنم. من همیشه در جنبشم. مرا تنها غایه هایم خسته می کنند، هیچ چیز دیگر. حال ما چی می شود؟ خوب می شود. چقدر خوب می شود؟ چقدر خوب می شود نمیدانم، لیکن خوب می شود. اینجا این کار رو همین طور نمی گذارد. من با او صحبت می کنم، این کار رو می گذارد. بگوی اینجا به تو معقول است؟ کی گفت که با من معقول است؟ پس اون ایرومت است که تو نه نگفتی. تو از کجا می دونی که من نه نگفتم؟ شما مرتو رو من هیچ نفهمیدم. تو 100 بار الف گفتی و جانت رو فدا کردی، اما باوری دارم که یک روز نه یک روز الف رو هم فراموش میکنی. حتی یک لحظه هم. لیکن رفتی و ابرو رو گرفتی. شاید مثل الف صدها بمیرند اما امید نمیمیرد. الف بمرد گفتنی. الفی که در دل من از هیچ نمیمیرد، چون که خواست الله است. اگر خواست الله باشد شاید باز عاشق شوم. اوه، تو همیشه جوابی تیار داری. بیا مرا بگذاریم.
تو بگو که دل تو چی میگوید؟ من چنان خسته شدم که دلم رو هم فراموش کردم. وقتی که گل زدنی میشوی تو را فوراً فهمیدن آسان است و آن را تنها من حس میکنم، شاید حکمت هم. من هیچگاه دروغ نمیگویم. پس این آواز چیست؟ تو برای چی آمدی؟ برای اون که من استعفا ندهم؟ این را من با تلفن هم گفته میتوانستم. پس برای چی آمدی؟ تو را دیدن خواستم. چرا؟ تو دوستی یگانه منی. تو دوستانی بسیار داری. آنها تنها در کار و پیکار دوستی منند. اصلا به این نوع دوستان انسان نباید سستی های خود را نشان بدهد. من هیچ سستی تو رو ندیدم. اگر من تنها یک بار سستیم را نشان بدهم تو میگریزی. من از یگان چیز نمیگریزم. تو هیچ آواز را نمیشنوی؟ بیا من پلوده. نمیخورم. اقلا با کتاب چیزی میپرتوی؟ هوا خیلی خوب است. تشکر زیاد. برای 2-3 دانه زیتون 1 پاره پنیر تشکر. برای صحبت صمیمی بسیار به مورد. خوشم آمد. اصلا نباید تشکر گویم. وقتم رو با تو خوش گذرانیدم. با بیمارخانه؟ بیمارخانه هم میدرایم. سحر مادرم را از بیمارخانه برارم میگویم. کاری خوب میکنی. اسوی رو چیکار کردی؟ او حاضر پنهان شده است، به قعر زمین فرو رفته است، لیکن حتما روم میزند. من از او واقعا بسیار خواطرم. تو بازدید. به خانه در خنک میخوری. اول تو رفت بعد من میدرویم.